السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سوال ما در مسئله حج فرضی که خب در حدیث امام مسلم اومده، یه حدیث 1337 که اما رضی روایت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک بار در سخنرانی گفت که برای شما حج فرض گردید. یک نفر سوال کرد که در سال کوکای خلاصه گفت در امن یک بار همینجا مردم دو بار و سه بار و توچخو بارن حج میروند، همینجا خلاف شریعت میشه و نمیشه یا که درست است همین کار مسئله را که اگر میزدی وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که الله تعالی برای شما حج رو فرض کرد، حج کنید، صحابه پرسید که افی کل عام یا رسول الله، هر سال فرض است یا رسول الله؟ گفتن که نه. اول خاموش شدن، سه بار پرسید که بعد گفتن که لو قلت نعم لا واجب، اگر هنگام واجب میشد ولم استطعتم، سپس نمیتونید هر سال حج کرده. ذرونی ما ترکتکم، من نپرسید از آن چیزی که من شما رو ترک کردم. یعنی در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله سوال دادن ممنوع بود، خاصتا به اهل شهر. بادیه نشین ها بله اونا اجازت بود، اونایی که بادیه نشین یا مسافر اونا اومده سوال میدن، لیکن اهل مدینه از سوال دادن ممنوع بودن. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله حج فرض گفتن، یک مراتبه خودش اگر مثلا خواجه غلامش گفت که یک بار آب بیار، گفت اگر یک بار آب بیارد کفایه است، چون که یک بار امر یک بار که آورد کفایه. اگر گفت که هر وقتا که من یگان اشاره کردم یا یگان کار کردم یا طعام خوردم آب بیار، گفت اگر الکی بله بردوام میشد. دیگه گفت که آب بیار، گفت آب بیار که گفت آب آورد، تمام وظیفش از گردنش ساقط شد. الله تعالی برای شما حج را فرض کرد، حج کنید، تمام یک بار حج کنید ساقط میشه. تا مادامی که اگر الله تعالی هر سال حج کنید گفت، بعد سونی دلالت میکند که هر سال. مادامی که یک بار گفت یک بار کنید کفایه است. بنابراین حج یک بار فرض است، لیکن کسی که دوم مراتبه میکند و یعنی گناه نیست و مستحب است، یعنی ثواب است. دوم مراتبش الکی برایش نافله است، فرض نیست، برای حتمی نیست، نکند گناهکار نمیشد. بله میتواند مثلا به جای حج اون مبلغش دیگر کارها صرف کند، دوم مراتبش مثلا، لیکن به جای پدرش رفت مثلا یا برای مادرش رفت، دیگه گپ است. خلاصه اگر رفت و زیاد کند گناهکار نمیشد اگر امکانیتش داشته باشد. لیکن وقتی که وضعیت مثلا بی‌زیب است، در اینجا دیگر کارهای خیر است، مقصد ثواب گرفتن باشد و عین حال از او دیده، از حج او دیده دیگر کارهای ثواب باشد، دیگر کارهای ثواب را کند بهتر است. لیکن اگر او حج خواهد، زکات هاش داده باشد، حق های همیشه به صاحبان حق داده باشد و با خواهد که حج کند، یعنی شریعت رو من کرده نمیتواند، نرا و حرام است گفته نمیتونیم.